سلام و درود عزیزای دل، امید که خوب و صحتمند باشین. بازم دوباره ما با شما هستم. یکی از جاهای دیدنی رویایی خودم که چون وقتی اینجا میایم و اینجا سفر میکنم یادی از وطن خودم، یادی از دیه و قشلاق خودم میکنم، چون با دیدن اینجا حس هوای وطن به یادم میاد. سقاق در چند کیلومتری تاشکند موقعیت داره. اینجا خانه یگاپا آمدیم که بسیار یک یا پتیر میگم ما شما فطیر میگیم. فطیر نازنین پخته میکنم مزه‌دار و در ضمن ازی سقاق سامسه که مشهور است، در اینجا نام داره. یاپا آماده میکنه و خیلی دوستش مزه‌دار با مزه است. Apa nama tayar kelas? نه حتی آپا که است 15 سال میشه، 15 سال در منطقه سقاق سامسه پخته میکنه. دیگه خیلی مشهور است. زیادی مردمای افغانی ما و شما که اینجا زندگی میکنن خطی آپا شناخت هستن، میان از آپا سامسه میگیرن، دیگه فطیر میگیرن. خیلی دوست خوشمزه داره و سامسهش هم خیلی مزه دار است. آپا الان تیار قلدیز؟ الان ayıq çeyizini menge vereyim. Men öp ketaman uzun bilan. Nimaga? Farizada. Yaxshi deb qo'ydi. Ber menga. Iltimos. Farizada iltimos menga bering. Bermaysiz? Nimaga? Sen nechisan? Nechisan? Yoshingiz nechi? 3 yosh. Hay malades. Men bilan borasiz Toshkentga? Boraman. Toshkentda o'qiyman degan ayt. Sen dalachi bo'lasanmi? Yam xonaga ki opasta. Kinja zindagi mekna. Daga از این سولاخیگه که از آشخانه یگان چیز که باشه باز میگیرن آماده کنن این طرف. دیگه زحمت نمیکشن زیاد. اوپا بوجو استق نمگه؟ پیچکه بیت یه جو بخوری بوده، این گرم بوده. من میگم چرا یه رقم سولاخ موندن. اوپا نما تیار خلاص. کارتوشکا سعی کو اوپا ما راضی که دوست داره یک دیگ کارتوشکا را که تخم پخته کنه رئیسته. او کلی چیز هم تو ساده و وطنی. Bastante para o idioma maravilhoso, a coisa comunidade, que tem que o idioma falou, que o idioma deu de maneira nada, a coisa comunidade que nós falamos. Bastante para o idioma avô, a queria uma solução da família para passar para o exame tá. Mas muito muito tá. İşte.
عزیزا بالاخره نان آپا قطع فطیر متیرش تیار شد. دیگه آپا خنده بولده. Yaxshi mana tez. Kim gapta? Nima qilasiz opa? Somsa qilib beraman. Somsa tayyor. Qovoq somsa, ko'k somsa. چه مزه‌دار است. منتظر باشین حتما رو ببینیم. دیگه تا ویدیو بعد خدا یار یاورتان. فطیر